چطور یک فیلمساز ممنوع‌الکار بدون دوربین، بدون بودجه و حتی بدون اجازه خروج از خونه دنیا رو تکون داد. جعفر پناهی، مردی که سینما رو به سلاحی برای مقاومت تبدیل کرد، داستانش فقط یک زندگی نامه نیست، یک بیانیه است. سلام دوستای خوبم، به کرکتر خوش اومدین. جعفر پناهی متولد 20 تیر ماه 1339 در میانه آذربایجان شرقی کارگردان فیلمنامه نویس است. پدرش نقاش ساختمان و مشوق اصلی اون در مسیر هنر بود. شروع فعالیتش در 12 سالگی با نوشتن داستانی شروع میشه که این داستان جایزه کتابخونه محله رو میبره و سپس اولین بار به عنوان بازیگر در فیلم کوتاه فیل و فنجون ایفای نقش میکنه. جعفر پناهی بعد از مدتی فعالیت کردن در چند فیلم کوتاه به عنوان دستیار یک دوربین عکاسی به دستش گرفته و کارهای مرتبط با عکاسی را انجام میداد. بعد از گذراندن این دوره اون به سربازی رفت و در جبهه‌های جنگ مسئولیت عکاسی و برپا کردن نمایشگاه‌های محدود به پادگان‌ها رو به عهده گرفت. داستان جبهه رفتن جعفر پناهی اینطوری بود که به پیشنهاد یکی از مسئولان تلویزیون به عنوان مستندساز وارد جبهه جنگ میشه و گزارش‌های متنوعی از عملیات‌ها و درگیری‌های ناشی از جنگ ایران و عراق رو تهیه میکنه. در سال 1363 یعنی در سن 24 سالگی وارد محیط دانشگاه شد. جعفر پناهی تحصیلات خود را در رشته سینما در دانشگاه هنر تهران ادامه داد و خیلی زود وارد عرصه فیلمسازی شد. 3 سال بعد از شروع تحصیل در دانشکده کامبوزیا پرتوی که فیلم ماهی رو میساخته، جعفر پناهی سر صحنه فیلم حاضر میشه و دستیاری این فیلم رو بر عهده میگیره. بعد از کسب این تجربه در یک بازه زمانی در مرکز صدا و سیمای بندرعباس مشغول به فیلم سازی میشه تا تجربه ها و کیفیت کار خودش رو ارتقا بده. اون زیر نظر عباس کیارستمی استاد بزرگ سینمای ایران شاگردی کرد و از راهنمایی‌های اون بهره برد. بعد از بازی در چند فیلم و دستیاری برای عباس کیارستمی در فیلم زیر درختان زیتون، اون به صورت قطعی در سال 1373 به فکر ساختن اولین فیلم خود افتاد. در سالهای اولیه فعالیتش با ساخت فیلم‌های کوتاه و مستند نام خود را مطرح کرد و تونست توجه جشنواره‌های بین‌المللی رو جلب کنه. فیلم‌های اون عموماً درباره موضوعات اجتماعی، حقوق بشر و زندگی مردم عادیه که در ایران با محدودیت‌ها و مشکلات روبرو هستن. این ویژگی‌ها باعث شد که جعفر پناهی به عنوان صدای اونهایی شناخته بشه که اغلب در سکوت باقی میمونن. جعفر پناهی اولین فیلمش رو به اسم بادکنک سفید در همون سال 1373 به نویسندگی عباس کیارستمی برای شبکه 2 تلویزیون ایران آماده کرد. حالا کو؟ هنوز که کسی نیست. مگه ماهی حفظی؟ همین ماهی حوض نیست ها؟ آقایی گفتش که دونه 100 تومن، یعنی ما 100 تومن نداریم. بی خیلی دیدی بی خودی گریه میکردی؟ عید تو یکی مبارک باشه. عید شما مبارک. یه دیگه این فیلم در ایران هیچ جایزه‌ای رو کسب نکرد، اما به صورت شگفت‌انگیزی در جشنواره فیلم کن فرانسه برنده دوربین طلایی شد. اما جوایز اون به این رتبه محدود نشد و تونست برنده هنر و تجربه فیلم کن فرانسه، برنده انجمن منتقدان بین‌المللی فیلم کن، برنده جایزه بزرگ توکیو ژاپن و برنده جایزه فیلم سائو پائولو نیز بشه و اولین تجربه خودش رو با موفقیت‌های درخشانی گره بزنه. جعفر پناهی 2 سال بعد با ساخت فیلم آینه برنده جایزه پلنگ طلایی جشنواره لوکارنو شد. اون همچنین در سال 2000 برای ساخت فیلم دایره برنده جایزه شیر طلایی جشنواره ونیز شد. پس از کسب این جوایز، برخی جعفر پناهی رو متهم به ساخت فیلم‌های سیاسی کردند که با سیاه‌نمایی از شرایط اجتماعی و سیاسی ایران برای خوشامد غرب فیلمسازی میکنه و مورد توجه جشنواره‌های اروپایی و آمریکایی قرار میگیره. در جریان اعتراضات انتخابات ریاست جمهوری 1388 جعفر پناهی 2 بار دستگیر شد. بار اول در روز 8 مرداد 1388 وقتی که به همراه گروه دیگه از فیلمسازان برای گرامی داشت کشته شدگان اعتراضات به نتیجه انتخابات 10 ریاست جمهوری به بهشت صحرا رفته بود که پس از چند روز آزاد شد. بار دوم در دوشنبه 10 اسفند به همراه 18 نفر از اعضای خانواده و دوستانی که در خانه اون در تهران مهمون بودند. صندلی اون در جشنواره کن خالی موند.
اون در یک مرحله برای مدتی اعتصاب غذا کرد. جعفر پناهی در روز 4 خرداد 1389 به دستور بازپرس و تایید دادستان عمومی و انقلاب تهران با تودیع وثیقه 200 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. بر اساس حکم دادگاه، پناهی به اتهام اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به 6 سال حبس تعزیری، 20 سال محرومیت از فیلمسازی، 20 سال محرومیت از فیلمنامه نویسی، 20 سال محرومیت از سفر به خارج از ایران و 20 سال ممنوعیت از هر نوع مصاحبه با رسانه‌ها و مطبوعات داخلی و خارجی محکوم شد. در 13 بهمن 1389 تیری فرمو، مدیر هنری جشنواره بین‌المللی فیلم کن، در یک کنفرانس مطبوعاتی که به منظور حمایت از پناهی و محمد رسولوف در سینماتک پاریس برگزار شد، اعلام کرد که امسال جایزه ویژه مربی طلای کن رو به پناهی تقدیم می‌کنند. اون اضافه کرد از این پس جعفر پناهی عضو هیئت داوران تمام فستیوال‌های فیلم بین‌المللی خواهد بود و جایگاهی خالی برای اون در نظر گرفته شده. در واکنشی دیگر، در روزهای آغازین سال 1389 45 تن از سینماگران و هنرمندان سرشناس ایران از جمله بهرام بیضایی، کیومرث پوراحمد، ناصر تقوایی، رخشان بنی اعتماد، خسرو سینایی، مسعود کیمیایی، تهمینه میلانی و اصغر فرهادی در نامه سرگشاد خطاب به حاکمان ایران زمین تاکید بر حق فیلمسازی، آزادی بیان و حق اعتراض برای همگان خواهان آزادی نامشروط جعفر پناهی و محمد نوریزاد شدند. همچنین صدها تن از سینماگران مطرح جهان با انتشار نامه دیگه خطاب به صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضاییه ایران، ضمن اعتراض نسبت به زندانی کردن بیدلیل جعفر پناهی که از اون به عنوان کارگردان مطرح بین‌المللی یاد کردن و نیز ناعادلانه خواندن بازداشت اون، خواهان آزادی سریع پناهی شدند. عباس کیارستمی در واکنشی به بازداشت جعفر پناهی و محمد رسولوف در نامه‌ای سرگشاده نوشت: مسئولیت وخیم و بازتاب عواقب زشت و غیر فرهنگی جهانی این بازداشت‌ها متوجه مدیریت سو و سیاست‌های غلط وزارت ارشاد در این سال هاست. جمعی از فیلمسازان و هنرپیشه‌های معروف هالیوود دستگیری جعفر پناهی، کارگردان ایرانی رو محکوم کردند و از حکومت ایران خواستار آزادی فوری اون شدند. مارتین اسکورسیزی، استیون اسپیلبرگ، فرانسیس فورد کاپولا، برادران کوین، مایکل مور، الیور استون، رابرت دنیرو و رابرت ردفورد و چندین هنرپیشه و کارگردان دیگه آمریکایی جزء امضا کنندگان این نامه هستند. فیلم مستند این فیلم نیز ساخته پناهی در آذر سال 1390 جایزه اول بخش آسیا آفریقای 8مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم دبی رو دریافت کرد. جعفر پناهی در 19 اسفند 1390 برنده نشان هنر برای آزادی از بنیاد فیرپلی در سوئیس شد. روز شنبه 29 بهمن 1391 هیئت داوران جشنواره فیلم برلین جایزه خرس نقره‌ای بهترین فیلمنامه را به جعفر پناهی به خاطر نوشتن فیلمنامه پرده اهدا کرد. کامبوزیا پرتوی که این فیلم ساخته مشترک اون و جعفر پناهیه، برای دریافت جایزه به روی سن رفت. جعفر پناهی در جشنواره کن 1397 با فیلم سرخ جایزه بهترین فیلمنامه را دریافت کرد و آخرین فیلم جعفر پناهی با نام تاکسی برنده جایزه خرس طلایی جشنواره فیلم برلین شد. جعفر پناهی سالها پیش با خانم طاهره سعیدی ازدواج کرد و صاحب 2 فرزند دختر به نام پناه و سولماز هستند. پناه راه پدر رو در پیش گرفته و کارگردانی میکنه. جعفر پناهی در تیر ماه 1401 در تهران برای اجرای حکم زندان خود بازداشت و زندانی شد. اون که برای پیگیری وضعیت 2 فیلمساز بازداشت شده، محمد رسولوف و مصطفی آل احمد، به دادسرای اوین رفته بود، در 20 تیر ماه 1401 در همونجا بازداشت شد و به بند 8 سالن 7 زندان اوین منتقل شد. در پی این بازداشت موج گسترده‌ای از واکنش‌ها به راه افتاد. از جمله میتوان به بیانیه‌ای مشترک اون و محمد رسولوف از زندان اشاره کرد که در اون تاکید کردند ما فیلمسازیم، مستقلیم و مجرم نزد صاحبان قدرت. بعد از نزدیک به 7 ماه حبس در زندان اوین، سرانجام در پی اعتصاب غذای خشک با قرار وثیقه به طور موقت آزاد شد. علیرغم مشکلاتی که اون در این سالها پیدا کرده بود و به گفته وکیلش نزدیک به 14 سال ممنوع الخروج بود، در سال 1402 ممنوع الخروجش لغو شد و ایران رو به مقصد فرانسه ترک کرد. اون اکنون به همراه همسرش طاهره سعیدی و 2 فرزندشون در فرانسه زندگی میکنن. و اما یک تصادف ساده.
یک تصادف ساده جدیدترین اثر جعفر پناهیه که در سال 2025 موفق به کسب نقل طلایی جشنواره کن شد. این فیلم با الهام از تجربیات شخصی پناهی از دوران زندان، داستان مردی به نام وحید رو روایت میکنه که توی یک گاراژ کار میکنه و مردی رو میبینه که گمان میکنه زندانبان سابقشه. این مواجهه وحید رو وارد مسیری پیچیده از تردید و انتقام میکنه. فیلم بدون دریافت مجوزهای رسمی با نقض قوانین مرتبط با حجاب در ایران ساخته شده. جعفر پناهی در این اثر با بهره‌گیری از سبک مستند داستانی به بررسی موضوعاتی چون هویت، خشونت و عدالت میپردازه. بازیگران فیلم از جمله وحید مبصری و مریم افشاری نقش‌های خود را با قدرت و تاثیرگذاری اجرا کردند. جعفر پناهی در نشست خبری خود در فستیوال کن به صراحت از بازجویی عوامل فیلم گفت و اینکه باید شخصاً به انتظار افرادی که بازجویی می‌شدند تا پشت در وزارت اطلاعات میرفت و منتظر اونها میمونده. اون با صراحت گفت که با وجود خطرات تردیدی نداره که به ایران باز میگرده و باید به سوژه فیلم بعدیش فکر کنه. ژولیت بینوش ستاره سینمای فرانسه نام جعفر پناهی رو به عنوان برنده معرفی کرد و کیت بلانشت بازیگر سرشناس هالیوود این جایزه را به کارگردان ایرانی اهدا کرد. بعد از اعلام جایزه سالن با تشویق ایستاده و پرشور حاضران همراه شد. پناهی که از شدت شگفتی دستانش رو بالا برده بود در حالی که هنوز نشسته بود و اطرافیان و همکارانش ادای احترام کرد. روی صحنه هم با تشویق‌های گرم رئیس هیئت داوران ژولیت بینوش روبرو شد. بازیگری که در سال 2010 هم در همین جشنواره نام پناهی رو در حمایت از اون بالا گرفته بود، زمانی که پناهی در حبس خانگی بود. جعفر پناهی در حال حاضر پر افتخارترین فیلمساز ایران از لحاظ دریافت جوایز بین‌المللی هستش. Un simple accident de Jafar Jafar Panahi avait remporté la caméra d'or, voilà pile 30 ans avec son premier long métrage, Le Ballon Blanc, Ours d'or à Berlin pour accéder. امید این که هر چه زودتر برسیم به آزادی، برسیم به جایی که دیگه کسی به ما نگه چی بپوش چی نپوش، چه بکن چه نکن، کسی به ما نگه چی بساز چی نساز. جعفر پناهی امروز فراتر از یک فیلم سازه. اون نماد مقاومت، صداقت و شجاعت هنریه. زندگی و آثار اون نشون میده که هنر میتونه حتی در تاریک‌ترین شرایط روشنایی بخش باشه و حقیقت رو بازگو کنه. اون الهام بخش نسل‌های جدید فیلمسازان ایرانیه که میخوان صدای واقعی مردم خودشون رو به جهانیان برسونن. داستان زندگی جعفر پناهی داستان امید، شجاعت و قدرت هنره. داستان مردی که با وجود سکوت و ممنوعیت‌ها صداش رو بلند کرد و جهان شنید. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. اگر دوست دارید ویدیوهای بیشتری از ما رو ببینید، کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید و نظرات و پیشنهاداتتون رو زیر ویدیو برای ما کامنت کنید.